أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله این المتکبر می باشد که در قرآن یک بار ذکر شده است. الله در سوره حشر می گوید هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. الله خودش را المتکبر خوانده است. این نام به الله زیبنده می باشد. تمام این مخلوقات به الله سر فرود می آورند. الله از نیستی به هستی آفریده است. الله خودش را مدح و ستایش می کند. الله نام خودش را المتکبر، آن خدایی که نیست معبود غیر از او، ملیک است، قدوس است، سلام است، مهیمن العزیز است، مؤمن است، جبار است، المتکبر گفته است. هر کسی که این صفت را انسانیت اگر بر خودش بگیرد، این برای او مذمت می باشد. الله پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الله در حدیث قدسی گفته است الکبریاء ردایی و العظمت. الله گفته است که این کبر ردای من، پیراهن من گفته است و این بزرگی ازار من گفته است. یعنی ما یگان چیز را به الله تشبیه نمیدیم. الله آن چیزی که الله دارد لایق به خودش می باشد. لیس کمثله و هو السمیع العلیم. برای همین بنده باید به الله سر فرود آورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سجده و در رکوع سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریای والعظمه می گفتند. حالتی که در حالت ذلت، در حالت سجده الله را بزرگ و برتری می شماریدند. الله می گوید کلا لا تطعه واسجد واقترب. تو آن مشرکان را اطاعت نکن، تو به الله سر فرود آور و آنها را شکست و نابود می سازد مادامی که از فرمان الله سرپیچی می کنند. برای همین بنده مسلمانان نباید به یک دیگر کبر ورزند، بلکه الله می گوید که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. محمد و پیروانش بین یکدیگر مهربان هستند، خاکسار هستند، اما بر مشرکان سختگیر می باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از جنگ ها گفتند این شمشیر را به حقش کی می گیرد؟ سپس ابو دجانه از جایش بلند شد، گفت من می گیرم. حق این شمشیر چی است؟ گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با این شمشیر سری مشرکان را بزن تا که بشکند این شمشیر. ابو دجانه نزدیک مشرکان برآمد و افتخار میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند افتخار تکبر در یگان مورد جایز نیست مگرم که در پیش مشرکان انسان افتخار و شرف خود را باید نشان بدهد. اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. در دیگر حالت باید انسان نشست و سخن کردنش و این حیاتش با خاکسارانه باشد. برای چی انسان تکبر میکند در حالی که الله می خلق الانسان و ضعیفه؟ انسان ضعیف آفریده شده است، نادان آفریده شده است. آهسته آهسته می آموزد، سپس آهسته آهسته علمش باز کم می شود، قوتش در سن 40 سالگی پر قوت و نیرومند می شود، سپس با این قوت به ضعیفی تبدیل می شود. برای چی انسان متکبر است؟ الله زیبنده این نام است
که این الله زمین آسمان را آفریده است. قوت الله باقی است و تمام نشونده و ناقص نمی شود. برای من الله متکبر می باشد. ما باید به الله سر فرود آوریم، بندگی روی و جا بیاریم. این بود تفسیر مختصری این نام الله المتکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.